برای شما آگاه میکنم برادرای اهل اسلام که خداوند متعال در کلام خود دستور داد که استعذ بالله فذکر ان نفعت الذکری، پند بده ای محمد، پند اثر میکند، فایده میکند بر مردم. فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی، بزودی پند را به خود میگیرد، این پند کلام و سنت را بر خود میگیرد، در حال میفهمد، بر هدایت مشرف میشود شخصی که از الله میترسد. سیذکر من یخشی و یتجنبها الاشقی، بدبخت‌ترین شما آن کسی است که از امر معروف و نهی از منکر کناره‌جویی میکند. خداوند خبر داده است. پند بده محمد فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی، پند بده، امر معروف بکن، نهی از منکر بکن، این بر مردم پند میبخشد، بر اون کسی که زود پند میبخشد و حسنات میکند از الله میترسد. لکن دوام آیه چی؟ و یتجنبها الاشقی، بدبخت‌ترین شما آن کس است. خداوند میگه که از امر معروف نهی از منکر کناره‌جویی میکنه. و یتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری، بزودی این انسانی که از حقیقت کناره‌جویی کرد، از امر معروف و نهی از منکر کناره‌جویی کرد، بزودی الله عزوجل دستور میده که این انسان را من در آتش کبری داخل میکنم. ثم لا یموت فیها ولا یحیا، بعد از آن این آتشی که این بدبخت از امر معروف و نهی از منکر کناره‌جویی کرد و برای خود پیسند ندید، در آتش ایرا دنگل میکنیم که این آتش سبب سوختن تمام اعضای بدن او میشود. ثم لا یموت فیها ولا یحیا، بعد از آن در این آتش چنان عذاب میکشه که مرگ سراغ میکنه، مرگ سراغش نمیآید، مرگ سراغ میکنه، مرگ سراغش نمیآید. ثم لا یموت فیها ولا یحیا، هر کسی که از امر معروف کناره‌جویی میکند و گوش نمیکند، پیسند نمیکند، او در آتش سوخته میشود که مرگ به سراغش دیگه نمیره، ولا یحیا، آرامی هم دیگه نمیگیره. ببینید برادر اهل اسلام، امر معروف و نهی از منکر گوش نکردن سبب چقدر بدبختی انسان میشود که آتش در پروردگار دچارش میکنه که مرگ سراغ میکنه، آرزو داره که بمونه، مرگ سراغش نمیره. سبحان الله و بحمده، اینقدر جای مشکله. یک سه چهار آیتی که من برای انسان‌هایی که امر معروف و نهی از منکر خواهش آمدن و گوش کردن نکردن برای اونها است. اون انسان‌هایی که کار داشتن، کاری ضرورت داشتن و امید داشتن که بیاید کاراشو نگذاشتن که بیاین، خداوند متعال هدایت کنه جمله اونها را برای صراط المستقیم. و حاضرینی که الان در اینجا نشسته، خداوند متعال از این بردباری امر معروف و نهی از منکر سعادتمندی دنیا و آخرت نصیب کنه. برادرای اهل اسلام، ما هر یک عمل باید بکنیم، عمل ما خاص به خاطر الله باشه، زیرا که عمل مقبولی درگاه پروردگار در سرای قیامت برای انسان به کار می‌آید. الله عز و جل دستور میده استعیذ بالله الذی خلق الموت والحیات،
به پیری خرسندش بیزیقی کشکوها و ایوانها و تختهای بهشتی بالاش زوال نمی بیاید، اینها را شما پس از مرگ نصیب بشه. اگر شما احسن العمل داشته باشه، عملی نیکو داشته باشه، احسن العمل، برای احسن العمل، برای عملی نیک انجام دادن چند خصلت در انسان در کار، چند کار در کاری که این عمل احسن العمل میگردن، چند عملی خوب انجام دادن در کار که این عمل احسن العمل میگردن. برای انسان بخواه که این عمل من احسن العمل بگرده، اول علم در کار، اول تقوا، علم، اخلاص، توبه، شکرگزاری، پشیمانی از گناه، همه اینها احسن العمل میشوند. همین خصلت‌ها، همین عملها را انجام بدید که احسن العمل میشود. برای احسن العملی که در روز قیامت و شفاعت رسول الله و دیدار پروردگار ما و شما را نصیب کند، این است، احسن العمل است که در سرای قیامت از دیدار پروردگار و از شفاعت رسول الله از جنت پرخور و نعمت با نصیب میشه. در این دوامی آیت حدیث بخیارم زد، زیرا که ما همیشه قد شما که نیستیم، هر جای لازمی را برای شما من بیان کرده اسلام بیرون برای اهل اسلام. و الا میخوام همین سوره ملک از اول تا آخر برای شما تفسیر کنم بگم انشاءالله تعالی به زور خداوند، اما فرصت نداریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه بدأ الاسلام غریبا ثم یعود غریبا کما بدأ. اسلام در ابتدا غریب بود، برادران گوش کنید، اسلام در ابتدا غریب بود، این چنین اسلام در انتها در آخر هم غریب می شود. اول اسلام در ابتدا غریب بود. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که بر رسالت پیغمبری مشرف شدند، در قوتش حضرت خدیجه برآمد و ابوبکر صدیق و حضرت علی و حضرت فاطمه که چقدر خردسال بود. امپریای فارس و روم داخل مکه، داخل مدینه، ابی بن خلف، مغیره، ابو لهب، ابو جهل چقدر گویا که با نفوذ و مسلح و بدولت بودند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم با این تعداد بودند. اسلام غریب بود، بالای اسلام فشاریاری بود، مردمی که اسلام قبول میکردن میزدن، شکنجه میدادن تا که بگردن. بدأ الاسلام غریبا ثم یعود غریبا کما بدأ. آخرا اسلام غریب میشه، آخرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اسلام غریب میشه. بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت فطوبی للغربا، فطوبی للغربا، توبا از برای مردمی که در غربت در آخر زمان زندگی میکنند. در وقتی اسلام غریب میشه و مردمی که در اون محل زندگی میشن، توبا از برای اونها. توبا درخت است در بهشت، مکانی پاک، جای پاک، جایگاه پاک. هر کسی که در میوه چشیدن او در طی او الله را نصیب بگردانه، اگر البته جنت و سرای جنت هم پروردگار متعال بر اون نصیب بگردانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فطوبی للغربا، توبا این درخت زیبا و جایگاه پاک است برای مردمی در غربت زندگی میکنند. گفتند قیل یا رسول الله همه الغربا، صحابه ها سوال دارند یا رسول الله اون شخصانی که در آخر زمان، در آخر که اسلام غریب میشود در غربت زندگی میکنند، در غریبی اسلام زندگی میکنند، کیا هستند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند الذين يصلحون اذا فسد الناس، الذين يصلحون اذا فسد الناس، آن زمانی که فسادی زمین را جخید، این گونه مردم اصلاحکار میشوند، از دم فساد نمیروند، اصلاحکار میشوند. همین گونه مردمی که مصلح میشوند، اصلاحکار میشوند، در
در زیر درخت طوبا هستند. الان یک تلفن همراه دوزخ داره، همراه بهشت. کدامش که کار بفرمید؟ آلی گلکسی 1 و 2 و 3 و 4 همون طرف به 12 اینا به بلا نبر آمده بیان. این فتنه آخر الزمان، فتنه مسیح دجال یا بهوده نمیبراید. اونه که گلکسی 8 و 10 چند ببراید اون ماشناسی نعوذ بالله فاحشه تماشا میکرد رویش زیاد اینا. هم قیمت میخریش هم زیاد تماشا میکنی. و بین چخل راه دوزخ برای تو آماده کرده است. یک در دست ای تو اختیار داری، کنابکش در اختیار داری. خداوند متعال همه ما و شما را بیاموزد. خدا به لطف و کرمش ما و شما را هدایت کنه. حال زمانی می آید در همین حیاتی به نزدیکی ما و شما که می بینیم، حال حیاتی می آید که هر کسی که پروگرام‌های فاحشه را بسیار تماشا میمونه و لایک میمونه از اونجا پروش میکنه. حال این زمان هم می آید. حال این زمان هم می آید. برای همون برادرای اهل اسلام زمان فساد شده است. اصلاحکار شد، مصلح شد. والله روز خواه در غریبی، خواه در داخلی انسان هم مرگ میگیره، در کفن میپیچونن، دیگر قدرت بازگشت نیست، دیگر جان صحت دادن و سلامت نیست، دیگر دوباره عمر نیست، دیگر بایگری دوباره تنمیتیه، فرزنداری دوباره تنمیتیه. با مجرده که اجل فرا رسید میگیرد میره. در اون حالت باید تو آماده مرگ باشی. فسادی زمان نمیگذارد. دیده سوی دنیا نگذاشته سر دوستاشکی بیاین مسجد نماز بخوانن، نمیگذاره شد. خداوند متعال میگه ای بنده تو دنیا طلب میکنی و حقوق من پایمال میکنی و خشم نمیآور مسجد برای بندگی پروردگار را بجا بیاری و باید میکنم به دادن راه الله و به دادن صدقه و به دادن حاجتمندا و به دادن زکات دلتنگی میکنی، میگوی کم میشود. الله میگه قسم به عزت و جلال چنان دنیا را میتید مثل سگ بدوی سیر نمیکنی. نعوذ بالله. یک حیات را که سگ بدوی سیر نمیکنی. از برات میگن فلانی آشخانه داره، فلانی کازینو داره، فلانی میخونه داره، فلانی زیناکارخونه داره، فلانی کتوکو داره، فلانی سرزن داره، دخت اسبی بزی داره، فلان داره، محمدان داره، اما سگ داره میداره سری نداره، ده زفرفکه داره سری نداره. یک حیات در حساب و کتاب سری را نمیدونه. چرا که الله عزوجل ویل لکل همزة لمزة، وای بر حال عیجوینده. یک حیات کارش از عقیل مردم عیجویی. ویل لکل همزة، وای بر حال کسی که یک حیات شماری شمالی دنیا میکنه از عبادت هیچ. و بینید برای علیس پند بگیرید برای علیس. زمان فساد شده است. مرد نمیگذارد. نه عالم نمیگذارد که با علمش یک حیات امر معروف بگن. نه قاری نمیگذارد که یک حیات پول وارد پیراهن بکنه. نه این مستکبر متکبر نمیگذارد که بارای دولتش زنا کنه و عرب بخوره و معیشت بکنه. نمیگذارد دنیای را نمیگذارد. الله نمیگذارد. کار تو به بندگی مردن که هم مرد، مشنوی امریکایی هم مرد، قدرتمند هم مرد، کمبغل هم مرد، خیتایی هم مرد، تاجیک هم مرد، کرغیز هم مرد، ازبک هم مرد، هر خیلی ملت مرد. مشنوی اما مردن تا
آن روز جهنم به محضر عام آورده می شود. جهنم چقدر دوزخکران است که 70,000 زنجیر دارد. در هر یک زنجیر 70,000 ملائکه چسبیدگی است، به محضر عام میارنش. بر آن جایی که خلایق را پروردگار زنده کرده است میگیرند دوزخ را میارند. ببینید کلامی دوزخ، یک ملائکه به قناتش کوره رسیه را جپه میکنند. در هر یک زنجیر 70,000 ملائکه چسبیدگی دوزخ را میکشند میارند. در 70 زنجیر 70,000 زنجیر، هر یک کدامش 70,000 ملائکه. آن روز انسان این جهنم میدیده است، انگشت حسرت میگزیده است، پشیمانی. یتذکر الانسان و انا له ذکری. کجا دیگر یاد کردن برای تو کجا فایده کنه؟ چی میگفته است؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابه احد. یقول یا لیتنی، میگوید وای بر حال من، قدمت لحیات، کاش که در حیاتم برای خزینه امروزم چیزی بفرستادم که امروز در این جای سختی و کار میمونم. پشیمانی انسان را ببین، برادر اهل اسلام، پشیمانی را ببین. خدا خبر داده است ای بنده در همین پشیمانی، در همین مشکلی دچار میشه. الله گزارش داده است آگاه شوی بنده، همین روزا را میبینی. اینا از روزهایی هستند که خداوند از زبان بندگان مستکبر متکبری که حقوق پایمال خدا و رسول کردن سخن گفته است. فیومئذ لا یعذب عذابه احد. هیچ کس در عذاب گرفتارش نمیکنه، احد مثل که خدا او را عذاب میده. ولا یوثق وثاقه احد. هیچ کس مثل خداوند او را در بند کردن نمیتونه. هیچ کس مثل خداوند او را در بند کردن نمیتونه. پشیمانی دیگر بعد مردن برای ما و شما فایده نیست. برای چی که خداوند میگه که ولا یوثق وثاقه احد، هیچ کس رنگ من عذاب نمیده، هیچ کس رنگ من در بند گرفتارش نمیکنه. برای که مفسرین کبار رحمهم الله میگن که دوزخ از انسان را پرتوان هر کجاش نمیسوزه. برای چی در خون دوزخ مخصوص عذاب خدا بوده است؟ زیرا که ملائکه و ما رو کشدم دوزخ فقط بر جسم عذاب میتین. فکر انسان را در جسمش داخل کرده سوخته نمیتونه. انسان یک جاش میسوزه فکرش پریشانه، لیکن الله عز و جل قدرت داره که فکر کنی میاره در داخل جسمت مثل جسم میسوزه. نعوذ بالله. این فکر دیگر پریشان نمیشه، در جسم مثل جسم میسوزه. بدن سوخت، فکر پریشان، سوختن برای آسونه. الله خیلی نمیگذاره. این حقوق، این قدرت الله داره. ولا یوثق وثاقه احد. هیچ کس هم در بند کردن مثل خدا نمیکنه. خداوند میگه در ستونهای دراز آتشین انسان را با زنجیر میپیچونه، فرمان میدهد، آتش فرمان میدهد. این بستگی ایستادگی جنبیده نمیتونه، زیرا انسان بستگی در دوزخ از انسان وابسته سخته میسوزه. زیرا در وقت سوختن فرگشتن در این پرا و پرا خود را شپیدن، سوختن برای تخفیف است، کمی سبک است. اما قرار سوختن بسیار مشکل است. الله این انسان را میپیچونه در ستون، نعوذ بالله، انسان را میپیچونه، فرمان میدهد، آتش از تی ناخن داخل میشود درون، از استخوان سوخته تا مغز سر با کلپا میرود. نعوذ بالله. اله پروردگار جسم ما را کلا در آتش دوزخ قرار میگردد. از این جمعیت مسلمین ایجا نفس لوامه را میرود. ما قرآن 3 نفس را بیان
انسانی که نفس اماره داشته باشه چی؟ نفسی که صاحب خود را غارت میکنه. مثل این برادرایی که بر مسجد نمی آیند، حکومت نمیشناسیم چونه که وجود دارند، بر مسجد نمی آیند، اشیای دنیا را خدا داد از شو، راه بلدی میکنن، فرمان میتین، رئیسی میکنن، خود شونتی میکنن، مال دارن، نسب دارن، مردم را در اینجا جمع میکنن، اما نماز نمیخونن، مسجد نمی آیند. مسجدی که خانه پروردگار حاضر شدنش مهمان سرای پروردگار و پیشگاه پروردگار را مهمان نشه نمی آیند. این پایمال کردن حقوق خدا و رسول در نظر نگرفتن، با لفظ الحمدلله مسلمان، با فعل منافق. اینا نفس اماره صاحب خود چه غارت میکنن. همین کشمکش دنیا و بس برای او دیگر مسجد آمدن و دیگر چیزی نیست. اینا نفس اماره میگه. خدا پروردگار هر که در این نفس اماره دچار است الله نجاتش میده. دیگر انسان بر نفس لوامه، الله عزوجل در قرآن در 29 پاره قرآن لا اقسم بیوم القیامت و لا اقسم بنفس لوامه، الله بر این نفس لوامه قسم خورد. نفس لوامه مثل یک ناصح بر صاحبش، یک ناصح بر صاحب شد، یک نصیحتگر. وقتی انسان گناه میکنه، اگر در هیجان انسان گرفتار شده باشه، وقتی انسان گناه میکنه برادر، بعد همین نفس لوامه برای اون میگه تو از خدا شرم نکردی گناه کردی، تو تا کی به این گناه مشغول میشه؟ آیا الله را مراقب خویش خود نگرفتی؟ نفهمیدی که من خدای دارم که در وقت انجام گناه ندیده است؟ آیا شرم نکردی؟ این را نفس لوامه میگن. این نفس لوامه صاحبش چنان ملامت میکنه که همین نفس به مطمئنه تبدیل میشه انشاءالله. اگر انسانی که همین نفس داشته باشه، خود به خود از گناهی کردگیش این نفس ملامت کنه و خود به خود فکر کنه من شرمنده چو همی کارا کردم، نزد خدا چی جا میگم، پشیمان شوم و استغفرالله و رو به نماز بیاره، طلب کنه از پروردگار برای آموزش گناه. این نفس لوامه میگه. در دوام این ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، یعنی که خداوند چنان قدرت داره که همه استخوان‌ها را بار دیگر زنده میکنه. مغیره جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از این آیت سوال داد، گفت که نخواه که همین استخوان‌های پوسیده زنده شوند. آیا خداوند این استخوان‌های پوسیده شده را زنده میکنه؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. خداوند بر محمد رو بگو با این منکر قیامت، بلا بله قادرین علی ان نسوی بنانه. خدا چنان قدرتی دارن نه فقط این استخوان‌های پوسیده شده را جمع میکنه، این استخوان‌های جدا پوسیده و جمع شده حرکتش بر اعضای صاحب خودش میرود. علی ان نسوی بنانه، حتی که سرانگشت‌های خطهای چلیکاش در دنیا چخیلی برن در لبناتاری خدا در روز قیامت همون تزین داشت. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. اگر این حتی چکه پریزه خداوند متعال در اون دنیا آماده کنه میزنی همین کاره. الله هم تا قدرت داره که سرخط انگشت‌های خود مثلی در دنیا بودی هم تزینده میکنه. قدرت داره. چند خطر همون خطر آمادهش میکنه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به این منکر قیامت گفت بله خدا این گونه قادره. انسانی را که نفسش ملامت کرد تبدیل به مطمئن نشی چی؟ خداوند در قرآن این آیتی که خوندیم با دوامش ای سوره فجر، استعیذ بالله یا ارجعي إلى ربك
انسان در وقتی مرگ بالاش میآید، وقتی که چشماش و اعضاش خماری مرگ بشوند، ناتوان بشوند، در این حالت صدای از جانب پروردگار شنیده می شود، گفته می شود به گوش این میرنده: یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی آرام گیرنده، تو که دلداده محبوب حقیقی بودی، یعنی الله، در وقت مردن خدا همه با شما را این صدا را نصیب کند: یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی آرام گیرنده، تو که دلداده محبوب حقیقی بودی، اکنون از هر گونه غم و اندوه فارغ شو، برگرد به سوی پروردگارت راضی شده و راضی کرده شده. تو از بندگان نیکی من هستی، داخل شو با همراه بندگان نیکی من در جنتی من. این گونه در وقت مرگ انسان شنیده می شود اگر این نفس مطمئن نباشد. اینایی که نماز جماعت میخونن و صدقات میتین و زکات میتین و نیمای شب نماز تهجد میخونن و در این روزهای دراز در مسافرتی ماه شریف رمضان میگیرن و شبهای تراویح و قیام لیل میگذارن، انشاءالله تعالی در وقت مردن این صدا را میشنوند. و کسانی که از این فعلها به نصیب هستند هرگیز این گونه صدا برای او شنیده نمی شود. برادر اهل اسلام، دوزخ را وقتی پروردگار نزدیک میکند میگه و هی تفور و تکاد و تمیز من الغیظ. از این که غضب دوزخ چنان زیاد میشود از مردم گناهگار که چقدر داد بزند، چقدر از داد این دوزخ قراری ندارد. و هی تفور و تکاد و تمیز من الغیظ، وقتی که گناهگارا را میبیند. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. هر حالتی که انسانهای گناهگار در دوزخ پرداخته میشوند، از اونها یک صدا شنیده میشود مانند صدای درازگوش: برادر نخند، وقتی امر معروف نهی از منکر تربیت کنید، او خندد یا ناپسندی میشود. ببین که خداوند دوزخ رو بدیش از چقدر بیان کرده است. مورد ذکر تای، مورد توبه تای، مورد گریه تای، نه مورد خنده. عبرت بگیر. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سبحان الله.
امروز در ضلالت گمراهی دچار شدیم. خالوبر را خودشون میگن برای خالوبر قجا عنا ندیم، یعنی عنا ندیرون آمده بودن پیش ما فهمانندگان از امتان رسول خدا فکذبنا، ما اونا را دروغگوش کردیم و قلنا ما نزل الله من شیء، خداوند این وعده را، این چیزایی که شما میگه برای ما نگذاشت، دروغ شماریدیم. این انتم الا فی ضلال کبیر، این بود که ما در گمراهی سخت‌ترین دچار شدیم. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، و اگر ما میفهمیدیم و گوش میداختیم امروز در اصحاب سعیر گرفتار نمیشدیم. امروز اگر ما گوش میکردیم که این عالم و این ناظرایی که از جانب خدا آمدن میگفتن، ما گوش میکردیم میفهمیدیم، عقلمون در جامع آوردیم پیشت میکردیم، در این ضلالت گمراهی دچار نمیشدیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، خودشو اعتراف میکنن به گناه خودشو، فاعترفوا بذنبهم، به گناهشو قائل میشوند، فسحقا لاصحاب السعیر، یک آوازش برای اونها شنیده میشنوند پروردگار متعال از جانب خودش که لعنت بر شما اصحاب السعیر، این مردم دوزخ. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر، به تحقیق ذاتانی که از پروردگار غایبانه میترسند، نیمهای شب نماز میخوانند، در غایبانه آب دیده میریزونند، از گناههای کردگیشون پشیمان میشوند، لهم مغفرة، اینها را از جانب پروردگار بخشش است، و اجر کبیر، و اجر گرانبهای برای اینها است. این اجر کبیر جنت پرخور و پرنعمت، شفاعت رسول و دیدار خداست انشاءالله. انسان‌هایی که غایبانه از پروردگار میترسند. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. چی خبر از جانب پروردگار، چی خبر خوب پربهای برای انسانی که در دلش ذوق داشته باشد این شب نماز بخواند و از گناهاش توبه بکند. خدا وعده داده است ان الذين يخشون ربهم، ذاتانی که میترسند غایبانه از من، نه اینکه پیش مردم هنگامه کردن و نماز خواندن و دیگر عملها کردن، غایبانه همه کار به خاطر الله میکنن. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة، الله مغفرت شو میکنه، و اجر کبیر، و اجر پربها برای اونها عطا میکنه. و اسروا قولکم او اجهروا به، شما عملاتون خواه سیرات و عملاتون پنهان میکنه، خواه آشکار میکنه، به خاطر الله باشد یا به خاطر خدا نباشد، انه علیم بذات الصدور، خدا به ذات سینه ها عالم و دانا است. الا یعلم من خلق، آیا نمیدونه کسی که شما را از زوال قدرت خلق کرد؟ و هو اللطیف الخبیر، او بسیار باریک بین و باخبر است، او بسیار باریک بین و باخبر است. برادرای اهل اسلام، آخر میعاد نفسها تیار بشود، بسیار مشکلی‌های سخت بالای انسان میآید. آرزوهایی که گذرانید به این عمری که سالهای سال در فسق و فجور و حیات دنیا گذراندید، چی جواب بگویی در نزد پروردگار وقتی که در کفن پیچونده میشه، بر پای خاک سپاریده میشه، چی جواب میگویی؟ بسیاریا یک سخن دارن، مطلی فاسدی، مطلی هست که منافقان را توضیح می‌کنند. منافقان بسیاری مطل دوست می‌دارند، بز از پای خودش کشان، بستان از پای خودش کشان. این مطل منافقان میگن. هر انسانی که در کردار
انسان‌هایی که در این دنیا رفیقی میکنیم به خاطر الله رفیقی کنیم، رفتارهای کاری کردار کنه به خاطر پروردگار بکنیم. عن معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه سأل النبي صلی الله علیه و سلم عن افضل الایمان. معاذ بن جبل آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره بزرگ شدن و قوت شدن ایمان سوال داد. ای رسول خدا، ای فرستاده پروردگار، کدام عمل بهتر است و کدام عمل این ایمان انسان را بزرگ میکنه و قوت میکنه؟ جناب رسول الله در جواب گفتند ان تحب لله و تبغض لله. اگر بخواهی ایمانی تو بزرگ شود و عملات به خاطر پروردگار بشوند، کسی را دوست می‌داری به خاطر خدا دوست می‌داری. ان تحب لله و تبغض لله. دشمن شدی به خاطر خدا بکنی، بد شدی به خاطر خدا بدش بکنی. ببینید کوی دوستی به خاطر خدا بکنی، کو دوستی به خاطر الله. دنیا را رابطه شد ببینید. ما الحمدلله 47 برمانیم ای اکثریت شما پناه. ببینید دیده خاطر خدا نبود. خواهی بچه هایی که بدن خونه مردم میرمن یک تنزی نسخت نبود. خواهی بچه هایی که بدن خونه مختبرها رفتن، خواهی های کلی قرآن دختراشون ندادن. با مجرده که بای رفت دختر شداد. روز شرکی همین است. رسم سرای دروش گه زین سواری و گه زین بپوش. وقتی که دختراش را به بایا را دادن، یک خداوند مالی بایا گروه مالی این بایا گروه از دو جانب طلاق سر شد. برای خاطر مال بود، برای دخترش به خاطر مال داد. اون سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. شما با اون بدولت آدمی بتین که اون کار و کردارش و فعل و رفتار و نماز و طاعت عبادتش کلا به خاطر الله. این یک توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم. خاطر الله نیست. دوستداری خودمون رو ببینیم. یک شخصی که بدولت نماز نمیخونه، دیده و دونیزه در پیش چشم ما و شما روزای ماه شریف رمضان نمیخونه، نماز نمیخونه، حقوق بندگان پروردگار را پایمال میکنه. چندین کسا را حقاش میخونه، گویا راهبر، گویا برگدین. برعکس اصطلاحات امروزه تصریح میبروید در بالا 10 تا 12 تا بیچاره از کارکنی آمدگیان در اینجا خودشون منتظرن، در یک سوزارن، 10 سوم بگه کار میکنن، میبینه احوال شما بد ها، میره خطی اون بالا، گویا دگواراشو میکنه چند 600,000، میآید این 10 کمبغل میگه 300,000 کار میکنی یا نمیکنی، یا مجبورن باید 300,000 کار کنن، زیرا دیگر ندارن چی. 300,000 دیگر در جیبک میزنن، بسم الله میگه زهر عیال خودش خوردن از سر میره و به عقل عیال و به اولاد اجداد جنایی کردن میگیره. نعوذ بالله. انصاف چیزی با برکت است. شخصی با انصاف خدا دوست می‌داره. این کسی برگنی رسید قربان و چند خداوند که مردم کار میایی الله برکتت بتیه. انصاف نکار فرم، به انصافی نکن، مردم را تهلکه نداز، حق نخور. والله جاهای میه از جای کودکا و فرزندان میبرویه، پشیمانی سود نداره. خودت میفهمی حق فلانی بود، دیگر پشیمانی سود نداره.
انصافه، او صدقه، او زکات در مورد، او عبادت نماز و سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی که برکت را پروردگار نفوذ میکنه و میمونی موقع تا کفن رو بگیری میره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره امتاش گفتن یک دعا بکنه که الله شما را باید بکنه پروردگار که بایگری شما سودمند بر بندگان پروردگار باشه. تو زکات بگیری نمیدی که خدا برای زکات جای جهنم یه بار فکر بکن. زکات چه مال است؟ حلالی مال خیلی جدا میکنی. خدای مهربانی تبارک الذی بیده الملک، پاک و برکت است ملک در یک شی و هو علی کل شیء قدیر، به همه چیز قادر است. تو را دارا کرده است، ای داراگی با باید کمبغل میگی تو به الله هم بایگری، تو به الله چی؟ گفتیم که چندین بارا گفتیم اگر 8.5 میلیارد 9.5 میلیارد انسان در دنیا باشه خاکندر همش یک کافر شود، خدا به همین بزرگی قدرتمند میشه. همون آسمان، همون شب، اگر همینها تعداد گفتگی یک بار مسلمان شوند تخماگر یک بار سر دست سجده برند، همه با یک بار سبحان ربی الاعلی بگن، همون بزرگی خداوند، همون عظمتش دیگر اون نمیشه. نیکی ببین که تو را بای کرده است، با بنده دیگر دستگیری میکنی او چند خرسند میندار، تو را خدا داده با بوسا الله جای تو را جنت میکنه، از او دیدار قرباهای خوشما نصیب میکنه. ماشاءالله. خوشا به حال این انسان های دارا، خوشا به حال انسان هایی که برای خدا میگیرن. با میگم که تحقیق میکنم که صفت انسان، صفت مسلمان در طی بای بطاعت و عبادت گشتن، این از خصلت ننگ و ناموس امت اسلام نیست. زیکت بلند بگی، زیکت بلند بگی، اونه که داده است بطاعت و عبادت 1000 درجه، وقتی تو حالی تو خوبتر از هم در دنیا هم در آخرت، زیرا که قیامت گروه را خار می‌کند، خافضة رافعه اذا وقعت الواقعه، هر وقت آمدن است قیامت، لیس لوقعتها کاذبه، نیست در آمدن قیامت دروغه، خافضة رافعه، قیامت گروه را خار میکنه و گروه را عزت میدهد. امین ها هستن، امین گفتگی ها هستن. خب اکنون با بسر حدیث میاییم، ان تحب لله و تبغض لله، دوستی و دشمنیتون به خاطر الله بکنید. و تعمل لسانک فی ذکر الله، با زبانت پروردگار بسیار یاد کن، این زبان تر و آلوده بگردان در این آب توحید، بسیار خدا را یاد کن. الا بذکر الله تطمئن القلوب، آیا ذکر پروردگار آرام بخش قلب ها نیست؟ البته هست. زیقی و سیاهی را همه را از قلب تو دور میکنه، خرسندی و کامیابی را شامل حال قلب تو میکنه. انشاءالله یادی پروردگار، فذکرونی اذکرکم، الله میگه من یاد کنم تو را یاد میکنم، فذکرونی اذکرکم، من یاد کنم تو را یاد میکنم. با صحابه پرسیدن یا رسول الله با چی؟ با کدام عمل ایمان را بزرگ میکنه؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند آن چیزی را بر جان خود دوست می‌داری بر اهل عیال، بر اینکه به آبرو نکنه، این سبب عزت و آبرو، سبب درومند و سبب سعادتمندی دنیا و آخرت بشود. چیزی را برای خود این گونه دوست می‌داری برای برادرات هم دوست می‌داری، چیزی را که برای خودت نمی‌پسندی برای برادرات هم نپسند. ببین حسد ورزیدن در کار نیست، در مال دیگر برادر الله نیست. حسد ورزیدن در کار نیست. دوستیتون دشمنیتون به خاطر پروردگار بکنید. پدرها و مادراتون احترام بکنید. پدرها و مادرها را احترام بکنید که خداوند احترام پدر و مادر را در قرآن قائل شده است.
انسان چند امر معروفی را بیان کردیم، اما اکثر شما این را شنیدگی نیست. یک روز بردر خونه یک برادر در محله، یک برادر بردر خونه یک انسان رفته. داخل حولین موزیکا ماندگی بود و در بیرون حولین زن اون انسان خانه و در میگفت و با شلنگ گلها را آب میداد. خانه های تریزه های مثل این مسجد کرام گویا سیاه شیشه و خانه های کتیج بدوایمه و پس خانه یه برادر خانه خوب داشت، خانه که خوب باشه، در بدون ساعت عبادت باشه و قرآن خوانی در هر یک کجیش به حد خوبه، الهی را جای به رسولش، اما بندگی پروردگار باشه و عبادت و خیرات و صدقات و زکات و حقی مسلمین در اونجا باشه. دو ایشان کاری بسیار احوال مادرش بده. چه؟ گو همه انسان بسیار با دولت این اون معلوم. لیکن این مادر همه یک سوچه زمان خدیره دیگه نیست. مادر ای حولینی بچه خدیره یک سوچه زندگی نیست. لا حول ولا قوة الا بالله. مادر یک سوچه از حولین فرزند بسم الله الرحمن الرحیم بیرون دیدگی نیست. ای پرسی کلینه این دیوس، این بدولت، این مرسدس سوار و جیب سوار ای هر کجا میرا جمع میکنم یارا این کلیم بده، این کلیم به او کمپیره چیزی بتیه نتیه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. خب چه یک سوچه بیرون دیدگی؟ این بچه هیچی نمیگه، گفت نمیدونم این احوالی زن یکی بود که او برکت چه خوده، یکی بود که جیغست داد صدای همین کلیم برمن و سر همون نظر همون کمپیر دیگون خونه را بیچاره کمپیر دیگو در بوی آرزو کرد که اگه بوی حبیب بویم بردم خدیره هم بیم. سبحان الله. مادر بیم یا الله، مادره که دست بگریبان مرد چی کرد تولد کرد، در وقتی تولدش در دخیست نکرد شما چون این برندی بچه نزد سلامت تولد چی دیاره این گو مادر خواهی شدید. مادره که خودش خونه خوند و تره بار کرد، خودش گشنه موند و تره سر کرد، خودش خواب نرفت و تره الله گفت و خواب رفت، چهارها رفتی رهگر شدی از کفای تو نجار کرد بچند در چخری نزنه، در چای جوش نزنه، در اوقات جوش دست شد دراز نکنه. غمخواری مادر، خوب غمخواری مادر. این مادر امروزی تا گرفتار شد که آرزو داره که از حولین هم را بیرون ببینه. یا الله، این محنت‌های مادر کو، این زحمت مادر کو. گفتم برای چی خیلی یافی؟ آکوه همین جوانه حلال هست یک کوچکارش به نگاه دارم کارم آکوارا بک منک نمون باید برو بکنش هیچی که نشید آخر میگوش که رسول الله صلی الله علیه و سلم با زبان مبارک در حدیث گفته است لعنت بر امت من که قدری زن شد در خانهش از مادرش بالا بدونه. لعنت بر کبار امت. میفهمید الله عز و جل لاغر در این جمعیت این گناه انسان نداشت. تعزیه از زن نخواستن به او خدرجه در دوباره که کتشش که خانه بودن تو با ماشین سوار کنی حرس بگیری برش شلنگ در دست گلای گلی خونه در آب بودیم. مادره که بهترینی گلی دیدیش در درون خونه پشمونده و خار و زلیم از دستی توال فرزندی دیوز به جرعت نامن ناپیسن به نظر نگرفتن خدمت پدر مادر. پس این مادر اینقدر اوف میگه، اینقدر ما و شما را برادرای اهل اسلام نگاه و بین میکنه و امروز ما در بانکمت و در کرته و در همه به آیله و بر زن و فرزند سون ارسال بکنیم و مادر غریب موندگی منتظر کلیم نمیشه که مخصوص کرته داشته باشی، کرته راه جنت مخصوص برای مادر نمیتونی بکنی. 100% میتونه، 100%.
فزک من باوری دارم اگر هر یک کسی از این جمعیت باشد خواه از دیگر کس، من یک مثال میارم، اگر مادر با یک شبه تنش خونچاری خون بود از همین در برو آمدی بود خونهای مادر دردی مادر از پشتش کار نشیده از در برو آمدی بود از صدمه دچار شدید داخل خبر رسید که این مادر همون بچه طرف ماشین زد و مور این دردی که تو در مادر دادی خونهای ریخته و درد چه دیگر حس نمیده آه بچه هم گفته خونه رو به پیش طرف ادامه میره این مادر مادر که خداوند در قرآن قائل شد اوف نگو برای این مادر اوف نگو فلا تقل لهما اوف پس از سر مادر چی؟ بزرگای شریعت خصوصا قبلگاه ما 93 سال عمر دید ایشان معصوم غازی اسم شریفش بود چقدر عالمی به تقوا و جماعت دوستان بود خداوند متعال در این لحظه های گرمی رحمت مغفرت کنه هم پدر هم مادر زیراکی هم ای پدر به نصیب هم مادر خداوند رحمت مغفرت شد برای هم میگم مادر دارا خوشا بها کو امروز بهشت شما زنده در پیش چشم شما است حرکت کنید این چنین دوزخ شما هم است مادری که پروردگار متعال در قرآن میگوید که فلا تقل لهما اف به سوی پدر مادر اف نگید ولا تنهرهما بام به سوی پدر مادر نزنید وقل لهما قولا کریما و به سوی پدر مادر تو سخنهای با مهر بزنید داد و سر و صدا به سوی مادر تو نگید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که راهی بهشت و راهی دوزخ برای ما بیان کو همین پدرای مادرات راهی دوزخ و همینا راهی بهشت برای شما اگر شما احترامی ایشان را به جا آوردین بهشت الله جای شما میکنه و اگر احترامی ایشان را به جا آوردین خداوند دوزخ جای شما میکنه پدر و مادر شخصیتی هستند با احترام بزرگای اسلام از جمله این قبلگاه ما یک سخن داشت میگفت که زن در شو در تخت شو زن در بغل شو میگفتیم چی معنی داری؟ میگو همه حالتی که مرد در بالای تخت ششته ساعت زنش علاقه گریه که احساس ترانی دیگه آشناز یا ترانی دیگه شوانه کشیده ساعت آیا مادر ممکن است؟ در مردن فرزند مادر همین خیلی است؟ دیده سی آه بچم میگه اگر همون آه خداوند در قلبش ببرا را مطرح بکنه سبزه های در دریا را میسوزن اما زن چی؟ خوب زن میگه کرده گریه کرده وای شوهر وای مقصدی خیلی دیگر اما بعدی چهار مادر و صدا خودست شوهر که بره بعدی چهار مادر و خیلی شوهر باید کسی را شوهر کنی برن و هر با شوهر یا خواه بزر خواه خونوچو خواه کنمر خواه باید گیرو مادر چی؟ مادر چی؟ میشه از با پولی افتد میشه مادر دیگه گرفتن میشه یکان کس برجای مادر شد میشه مثل مادر یک از برای تو جگر سوزی بکنن آخی دیگه پیدا نمیشه همین است که خدری زناتون در خاندان تو از مادر بالا نمونه اون مادری که در اون خونه گرفتار این بود بعد ما فهمیدیم این بدبخت این کریم اون مادر را چیکار میکرده است کودکا در دست میبود است باید آواز کودک نبراید اگر یک کودک یکی به مجرد یکان کار کنه بیچاره اون زنه که اون کمپیده که در اون خونه اون مادری که در اون خونه اون بچه خدا زد در سر اون دیگر دنیا را میارد تیره چکارش کنی تیره پوچیش تیره چکارش کنی اینگریز نعوذ بالله که خدر جبر وقتی این جبر را به بالای مادران بکنی مادران چکار کنن
وقتی در خاندان ما شما همین کار صورت بگیره، مادر میتونه به باید همسایه بگه. اگر در همسایه راضی بکنه، همسایه روزی دیگه میگه مرد به حال کلی بید خال کم تا تنگ کنگه که امی خیلی رفت کهیز است کنید. ای تعنه ای مادر نمیتونه گفت کنه. در داخل خونه درون سیاه ایستاده است، دکی تره یک بر خدا هم جهنم جاد کده است، هم به برکتی هم خدا خارب کده است، درک نداری. شیار شی در بسیار خاندان زن با مادر پوری نمی آید. هم دلی مادر بیا، هم دلی زن بیا. من نمیگم که بر بالای زن طلاق بیار و شلاق بیار و دوره بشنم، نه، این گناه نکن. اما فرمانی پاسبان و نگهبان و مادر چرا فرمانی مادر تا بگی مقدم. برادر عزیز، من باوری دارم که وقتی انسان از درد اومد زنش رو بگه مادر برای من خیلی کرد، خوب یاد کن. میره من میگه که خیر زن تو صبر کن، مادرش هم میگه خیر مادر تو همین خیلی کن. خوب دیو بارا من ای کار میگه مادرت این خیلی کرد. آخی نمی دستت شپات میگن شپات. همین شپات هم مردک شد. همون بر بیاد هم پرک گوش یک دک شد. در بس که همین خبر کشیده. تا که او خبر کشد تو مادر تا آزار بودی. او خبر کشد تو مادر تا آزار بودی. هرچی این آزار این گونه آزار بسیار بود. مردم پدران مادران را نگهبانی نمیکردن، میبودن دیگر به ملاقا نشید. هرچی همین راهبر دولت یک قانون براورد که کسی که پدر مادرش در یتیم خونه در جای بساحبا میبره و فلان جریمه، اگر که ناپسندی که دولت حقوق کرد از آزادی اینقدر مدت خواه و خواه سال معلوم کنی سود شکل براورد، بله کم شید یک مایده کم شید. دیگر یک قوای سوری هرچی پروردگار متعال عطا کرد که در بالای اونها یک قوای اومد دیگر این مردم یک مایده مادراشون احترام کردن و این دیگر تمام اکثریت خاندان زن فرمانده. خداوند در قرآن دستور میدهد و خضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. ما دوام آیات تفسیر که برای شما فلا تقل لهما اف اف گفته بودیم، یعنی که از اون وقت فهمیده که خداوند بزرگ است، یکه و یگانه است، فقط سجده کردن شایسته پروردگار است و دیگر کسی دیگر را نسبت در پروردگار شریک نیار و هیچ کس شایسته سجده برای الله نیار. بعد از آن احسان به پدر مادر، اگر این پدر مادر مسیح کلان سالی رسیدن یکتش یا هر دوشون بس برای تو امر کردن، در امر پدر مادر گفت نگفت. حضرت موسی علیه السلام در یکی از مناجات خود دست برداشت و سوی پروردگار گفت اله پروردگارا من طلب دارم که در همین دنیا همنشینای من کیا هستن در بهشت برای من نشون شد که دلم آرام میشه. پروردگار متعال به موسی علیه السلام امر کرد بازار برد. حضرت موسی علیه السلام به فرمان پروردگار بازار اومد این یک جوانی قصابی گوشت‌فروش دید. در غرور بازار، یعنی که بازار را وقتی روی میکنی یک ساعت دو ساعت بعد مردم بیدار میشوند و غرور بازار میشوند. در غرور بازار این جوان دکان بست، از همون لحمه های گوشتی پاهای گاو و گوسفند گرفت و برآمد بخلی ره برآمد. حضرت موسی علیه السلام که فرمان پروردگار بود نجات بود، از خفای این جوان شید. حضرت موسی علیه السلام جوان گفت که ای جوان، من مردی مسافرم، آیا در خانه تو کمی مهمان شم اجازت بدید؟ این جوان گشت موسی علیه السلام دید چقدر جوانی خوشلقا، خوشقد و قامت و زیبا. گفت که آره. در اثنای رفتن راه جوان گشت که حضرت موسی علیه السلام گفت که من در پیشاروی خانم یک کت دارم، یعنی کروات. یک کت دارم، تو در کت کمی استراحت بگیرید. من در داخل خونه به کار مشغول هستم، پس از انجام کارم و به خدمت تو با جان دل بیام، تو ملال نشه. حضرت موسی علیه السلام نمیشه با همراهی جوان نمیدونه این موسی رفت در بالای کت شیش. جوان داخل
خانه نمایان شد. جوان در خانه گوشت‌ها را در بالای گویا که هم چاق خانه ماند و درگیرون در پی اون دیگو بعد از آن گوشت‌ها را پختن گفت و دیگر این جوان یک سبت در خانه آویزان بود. این سبت اگر فراوان حضرت موسی تماشا دارد. از داخل سبت یک کمپیری مای دهک گرفت شون در پیشای شمشه تازه کرد، لاکای تر کردگیشه گرفت شیش خاک کرد، لاکای خاک بود در همون سبت در پای پاشمون ملایم کرد و آمد از اون گوشتهای پختگی میده مثل پرنده یک ملخ یا یک گوشت در دهن لانش می‌دازد. گوشت‌ها را در دهن مادرش داخت بود. حضرت موسی تماشا داره این احوالا. بالآخر مادر سیر کرد و دست و دعا برداشت، سوی آسمون دست برداشت دستان آخر برداشت آورد در دیده‌هاش مالی. بعد از آن این مادر در سبت داخل کرد آویزان کرد و به خدمت موسی علیه السلام درآمد. گفت من در خدمت تو. حضرت موسی علیه السلام گفتند که خب همین خصلتی که انجام دادی از بازار تا همین جهه برای من نقل کن. تو چی کس هستی؟ گفت که من در غرور سودای بازار می‌دونم که مادرم همین سبت در بیدار می‌شود، گشنه می‌شود، سودا را من می‌کنم، در غرور سودا را من می‌کنم، از گوشت‌های گلایی میارم به مادرم می‌پزونم می‌کنم، لاخای ترش را می‌گیرم میشون کاف می‌کنم برای دفع دیگر و لاخای کاف در تای پاش می‌مونم، پیشای چشم مادر را تازه می‌کنم، سیر می‌کنم، تشنه باشد تشنگیش را دور می‌کنم، گشنگیش را دور می‌کنم و پشت پهلوی مادر من می‌مالم و سر دهنش را بوسه می‌کنم. چهره که دیدی در اون سبب می‌دازم پشت می‌کنم مادر من. حضرت موسی علیه السلام گفت که دست برداشت دعا کرد. چی گفت؟ گفت نمی‌دونم هر حالت موسی علیه السلام همین دعا را می‌کنه نزد پروردگار. اله پروردگارا همین فرزند من در بهشت با همراهی موسی علیه السلام بخیزانم. همنشین موسی علیه السلام شد. هر روز دعای مادر من همیه. سبحان الله. هر روز دعای مادر من همیه. حضرت موسی علیه السلام گفت خوشا بر حال جوان. اما موسی پیغمبری که در کوه طور و پروردگار راز میگفتم، یکی از رازها هم همین بود که پروردگار هم نشینای من در همین دنیا نشون بودی که یا هستن و من با دو چشم خود ببینم شو دلم با یک اطمینان کامل قرار بگیرم. خداوند من به بازار دستور داد، آمدم تو را دیدم، اکنون فهمیدم که هم نشینای من کسانی دست که احترام کننده پدر و مادر هستند. جوان موسی علیه السلام همون دو دوید سبت افر آورد مادرش افر آورد مادر برای من تبریک نمیکنی که دعای تو در حق من مستجاب شد. گفت از کجا فهمیدی بچم؟ گفت که تو فقط در حق من دعا میکنی خداوند با همراهی موسی علیه السلام در بهشت بخیزاند. الان موسی علیه السلام در قبیله ما مهمان ما شده است. گفت بچم خیریاتش پیش بیار. خیریات کرد. موسی علیه السلام بوسه کرد. مادر گریه کرد که من مخمودم. الان دوست خدا، پیغمبر خدا، موسی هم کلام راز پروردگار دعا کن که پروردگار جان من بگیرد که دیگر از تو دیدم چیزی دیگر نبینم. ای پیغمبر خدا. حضرت موسی دعا کردن مادر جان حق تسلیم کردن. این پیسر مشرف و دعای موسی علیه السلام و دعای مادر اندیشی موسی علیه السلام. این مادره که بعضی کسا قدری زنه از مادر و خاندان بالا میدونه و بوی جیغس فرزند مادر را دشنا میدید. سبحان الله. جنت که سرای مادران است، در زیر قدوم مادران است. خواهی که خدا از تو خوشنود شود، سرمایه عمری تو هم سود شود، فایده‌ناک شود سرمایه باقی عمر. چیکار کن؟ در بند رضای پدر و مادر باش تا جمله گناهت همه نابود شود. آخرون یک نصیحت دیگر میکنم به جوانان. یک صلوات میخونم
دعا میکنید. شما هم در حق ما دعا کنید که ممکن پس از نماز شام مغرب انشاءالله افتتاح سفر ما را پروردگار نصیب کنه، سفر کنید. خیر خرسندیم که اومدیم. الحمدلله رب العالمین. خدا را هزاران مرتبه شکر که پاس داشتیم اومدیم. این پاسداری شما پاسداری من ندار. این پاسداری شما پاسداری کلام خدا و سنت رسول الله. این از من نبود، منم رنگ شما از یک قطره آبی در بردار الله آفریده است. اکثریت شما همه شما از من بنده گناهکار افضل و بالاتر زیرا که در مسافره هستید. این قدردانی شما، این جمعیت شما، این جمعیتی که بوی اسلام میکنه و بوی محمد میکنه، بوی خدایی میکنه، این جمعیت که الان تمامی دسته ملائک در این جنت زار دارند، شیطان ها زار گریسته سان در بیرون. این به خاطر الله بود که شما کار انداخته اومدید. به خاطر مسلمان بودن و مسلمانی و جوانمردیتون نگذاشت که شما از پای کار کردار دارید. خوش آمدید. خداوند متعال بردباری را نصیب کنه و این امر معروف نهی از منکر اولا از ثوابش شما را پروردگار با نصیب کنه و از گفتارهایی که از جانب خدا پیغمبر برای شما گفته شد هدایت را پروردگار شامل حال شما بکنه و برکت نسبت در مسافری گذشتگان کنه، رحمت و مغفرت کنه. هر کدامی که پدر و مادر گذشته است الله رحمت و مغفرت کنه. هر کسی که در قید حیات از خداوند راضی پدر و مادر برای شما نصیب و روزی بگردانه تا که فرمان بردار پدر و مادر شه و در سخن پدر و مادر بفهمید. برادرای اهل اسلام، فرزندان دیگه در چه خیلی رفتارها و کردارهای گروه‌های هر خیلی گروه‌هایی که ناسزا هستند در اسلام. شما دیدید ما الحمدلله رب العالمین من فقط به خاطر پروردگار میگم، به خاطر خداوند میگم، به خاطر آبادی جامعه، به خاطر آبادی وطن، به خاطر آرامی وطن، به خاطر آرامی خدمت، به خاطر که همین پدرها و مادرها که اینقدر گفتیم قرآن یا را بیان کرد و قدر قیمت دارند برای فرزند اوف نگن، در و در سرگردون نشوند. هیچ کس هم اونا را سرگردون نکن. فرزنداتون یاشا را نسخت کنید. در هیچ گروه‌های تندرو نروند. فتنه ها بسیارند. از فتنه هایی که مردم تلتل میکردن، مردم به سوی سوریه روان میکردن. برادرای اهل اسلام که احترام پدر و مادر ما میگذاشتیم، نماز و طاعت عبادت هم میگذاشتیم، جوانان را فریب میکردن. انسان هایی که از پشت فرزندهای ما و شما به سبب فریب کردن و راهی کردن شو صاحب پول و مال و ماشین و خونه میشیدن، راهی میکردن. خوب گوش رفت. پس از آن رادیوی زیداش برآمد. ایشم الحمدلله که از من هر چه رفت تا رفت که مردم شامل شدن، مردم درگیر شدن، مردم در این افتادن و به تاجیکستان رفتن، از ایروپا نافرمده در کشمکش‌های گوناگون شدن. دولت هم ایره نمیگذاره که هر کس روند خودش برای خودت ببره. در هر یک جامعه که حزب زیاد شد، روند زیاد شد، اون جامعه به کشمکش نمیمونه. همین چهار مذهبی که حقیقت دارن الحمدلله، چی مالکی و شافعی و حنبلی امام اعظم، اگر چهار عالم خوب چهار عالم کوسو یک پدر سه پسر داشته باشه، پسراش در هر مذهب خودش در مذهب حنفی همون پدر با هم سه پسر در هم سر دسترخوان قراری نداره. ایشکی رویه من درست، اوشکی رویه من درست. هر کجا که روند زیاد شد، حزبهای زیاد شد در جامعه خودمون هم اگر همینجا یک مولای دیگر حزب دیگر رو بکشه و دیگر چیز دیگر رو بکشه، نه این آرامی گوش نمیکنه. این آرامی که گوش کرده یک قسم برای شما سخن گفته ایسان ایشان عیبین رفت. حاضی با برآوردن صدای مردم. شما همون کارکنای صدای مردم من میدونم بعضی کس چهرش خیره میشود، نیکن قلیل حق و این کارم برند. خوب هم کارکنای صدای مردم شد. من اسم چه از خیال برآوردم، نورالله دارن، نور محمد دارن، نور زادن دارن. ببینید برای من میکنم، من تماشاش میکنم صدای مردم از راسیا کجا شما بخیزید آخه یک بار خیزید دیدیم همین خیزگی پیش ایما خیزن بر وقت رفتن در گرمانیا و ایران هستن، کیف صفا کردن به خدا چیزی خلق عادی تایید و بدرا و تنکا و بلکه و بترمون نمیگشت در دریای افغانستان غریب مورد، نمیگشت در شهر افغانستان غریب مورد،
با آمد همین خداوند متعال قدرت داد صلحگرا را از جمله با همین راهبری دولت عرب مردم بزرگی خداوند با کمک الله کمک کردید رفت جرأت پیدا کرد مردم آورد جمع کرد با اگر دوباره با ما اگر دنبال همین کار بگردیم برادران عزیزان فرزندای یوشا ندیدن ما و شما را که چیکار میکنن دیگه نمیخیزیم برای شطر خوردیم اما یوشا نفهمیده ایسان خوبه که صدای مردمش واضح عربشان برمد است که یک جوان قربانشان برای اون سوال داد گو شما وقتی که خیانت میکنی از وطن میگریزی میره در تکیه بر اسلام میکنی به خدا قسم ایمیه هیچ راهی که ندارن یافتن بکنن الکگاری چند در وطن خیانت کنن میره اینجا در تکیه بر اسلام میکنن کاش که اسلام هم بفهمن ببینیم برابر فرزندای خیلی دچار همین کار میشن مادرها را دیدیم چنان گفت میکنن چنان گریه میکنن آخی آبی دیدن مادر بریزه به برای تو خوش نیست جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ریزربی و ریزالوالدی و سخت ربی فی سخت الوالدی همین ریزاگی و خشنودی خدا در خشنودی پدر و مادر شما هست این چنین پدر و مادر ناخوش هم غضب کنن الله هم بالای فرزند ناخوشی نمیاره بالای او بندش نصیحت میکنیم برای همون سوال داد گفت تو ادعا میکنی که میای درجه تکیه بر اسلام میکنی بود رشتوی نموز و بیدا که رشت در فکر دونده اگه عیب ایده منم یا اون رشت خیلی رشت اون رشت مردم برای چی میمونن مردم یهود اون رشت که 1.5 سانتیمتر سیاحت در این فکر میموننش ته بالا همش هم میخوشن اما اون رشت ادعای اسلام میکنی بود سنت پیغمبر دنیا تماشا داره مسخره بازی داره ادعای اسلام مردم از راه زدن همونایی که فرزندا را فریب میکنن کو فرزند خود شرایی کنن اگر مردن حقیقی باشه و راه حق باشه چون فرزنداشون راه نمیکنن میخیزن میان در که فرزندای مردم هم میبینن که از پدر و مادرشون از صاحباشون دور بعد فریبش میکنن میره اونجا این خیلی میشه میره اونجا هیچ نمیشه من میگم ای جوان تو هدایت میخواهی تو مردنی که میخوای در تک حال نزد خدا عجب بری نیمی شب خیز نماز بخوان قرآن بخوان در این غریبی محنت‌های حلال و پدر و مادر رو رعایت کرو پدر و مادر رو نگهبانی کرو پاسبان خواهر و عائله بشن قربانت شن انا برای تو الله متعال رو دوباره نصیب میکنم خوب فرزندان را نصیحت کنید نکن یک صلوات بخونید بخونید یک صلوات با زبان فارسی بخونید و دعا بودیم در حق ما هم دعا کنیم سفرهای ما و با کمی که سفر دارم پردار و برکت بگردونم با بیشان و اجازت بود یک صلوات رو به مردم کنیم زیرا که چندین کسا کنشان که باید صلواتی فارسی رو بخونم بسم الله الرحمن الرحیم محمد قدوب آنایت مبارک برا
آمده در حق ما هم دعا بکنیم. خداوند همه ما و شما را روزگاری دنیا و آخرت